آرایشگاه زنان در دهه نیازبکی کانی بادام. ماهیره حسینова 8 سال پیش آن را با یاری نزدیکان باز کرد. او با سبب کمتوانی سالها را در کنج خانه گذراند، ولی میل زیاد به آرایش روی و موی بانوان او را به اینجا کشاند. از اول شوق داشتم. در یک جا ایستادن نخواستم. به خودم هم به زنها هم نقص. به مرکز شهری کنی بادام رفته آموختم. با یاری نزدیکان همین جا را باز کردیم. در اول برای از خانه بیرون کار کردن دودیل شدم، ولی آهسته از کارم دلپور شدم. حالا خرسند هستم. مزاجم زیاد، کارمون خوب. شکایت نمی کنم. زنها را زیبا کرده خودم هم از این فخر می کنم. مشتریان از دهه‌های دیگر هم می آیند، مخصوصاً آنهایی که عروسی دارند. موی سر را به ترتیب می دراریم. برای توی آرایش می کنیم. مکیاژ، مویها را رنگ می کنیم. برای زنها چی لازم باشد همش را می کنیم. از ساعت 5-6 صبح تا 5-6 بیگاه کار می کنیم. به 30-40 نفر خدمت می رسانیم. آمادگی کار شما معقول گفته مرا خرسند می کند. ماهیره هر روز با خودروی شخصی به کار می آید. با سبب از خانه دورتر بودن جای کارم 2 سال شد برای شهادتنامه رانندگی خواندم. اداره کردن خودرو را آموختم و خودرو خریدم. با همین به کار آمده می روم. ماهیره حالا در بینای اجاره کار می کند. در فصل زمستان چند ساعت از برق محروم است. این وضع به کارش خلل می رساند. می خواهد در جای وسیع‌تر کارش را به راه ماند. برق هر روز 1 ساعت نیم ساعت خاموش می شود. کارهای ما با برق وابسته است. مشکل برق است. باز می خواستم که جایمون را کلانتر وسیع‌تر کرده جوابگو به طلبات کنیم. کارمون حالا به طلبات جوابگو نه. مقصدی وسیع‌تر کردن را داریم. ماهیره هم به مزاجانش خدمت می رساند و هم شاگرد تربیت می کند. او به دختران دهه نازکی‌های کسبش را یاد می دهد. 4-5 شاگرد دارم. والدانشان میارند. میگیرم یاد میدهم. خوانندگان صنف‌های بالایی یا ختم کرده ها رو میگیرم. با مسئولیت میآموزند. برای وقت گذرانی نوآیند میگویم. آنها یاد گیرند، من خودم هم خرسند میشوم.